2 ساعت دیگه کلاس هم شروع میشه. من اصولا تو دانشگاه خیلی آرایش نمیکنم و متنفرم از کلاس های ساعت 3 تا 5 5 تا 7 و 6 تا 8. میخوام حاضر شم برم دانشگاه یه ویدیو بگیرم استایل دانشجویی تور بزنیم با هم دیگه، ببینیم که چی میخوایم بپوشیم امروز برای دانشگاه. جوراب شلواری پشمی این عضو ثابت زندگی منه. زمستون که میشه من همیشه سرماخور، الانم مریضم. اینا رو اگه نپوشم میمیرم. بریم اول اینا رو بپوشیم. خب من جوراب شلواری پشمی پوشیدم. شلوار بپوشم یا شلوارک بپوشم؟ باید فکر کنم. شاید استایل روز بعدم نمیچینم تو سرم. دم کلاس که میشه اینجوری هم که چی بپوشم؟ همه لباسام اصولا جورگن، حوصله‌ام ندارم تو کنم. من تصمیم گرفتم شلوارک چرم بپوشم. میدونم که این چیزی که مد نظرمه ترکیبشون خوب میشه یا نه. الان بهتون نشون نمیدم چون که واقعا نمیدونم چی قرار از آب در بیاد با اون بالا تنه‌ای که میخوام بپوشم. چون هوا خیلی سرده من اینو به عنوان یه محافظ میپوشم، روش دوباره یه بافت دیگه میپوشم، دوباره روش یه کاپشن میپوشم، بازم من سردمه. حالا بریم ببینیم چه بافتی روش بپوشیم. امتحانش کنم. نمیدونم من میان یا نه. چجوری رو بندم اینو؟ اینجا که دوستش دارم. همین کلاه هم بذارم. کلا من چون معماری میخونم خیلی استایلای عجیب غریبی میزنم. بچه ترمای اول پوکر فیس بودم که این چیه پوشیده، دامن کوتاه میپوشه، زیر شلوار میپوشه، مثلا یه چیز عجیب غریب. من گفتم خیلی اهمیت ندارم به استایل، هر چی رو میشه با هم دیگه پوشید بپوشم. گیرم هم داره میشه. اینم باید بپوشم. خیلی گیرم شده. اینو بزنم یا نزنم؟ میاد؟ من کلاس خیلی دیرم شد.